شیعیان وقتی خیلی تو فشار بودن، زیر تیغ بنی امیه و بنی عباس بودن، میگفتن موعدنا الحوض. کنار حوض معلوم میشه چه خبره. حوض کوثر کارش چیه؟ حوض کوثر اینطوریه که از صراط که میخوان رد بشن گناهکارا میریزن، مؤمنین که رد میشن به عنایت اهل بیت، حالا اشاره میکنم اینا یا باید برن عذاب بشن، تطهیر بشن، پاک بشن، یا باید وسقاهم ربهم شرابا طهورا، یه نوشیدنی بخورن پاک بشن. معاویه ابن حدج فحش داده بود به امیرالمومنین سلام الله علیه. امام حسن رفت بالا سرش، بدبخت تو رو که نمیارن کنار حوض، چون کنار حوض یا مؤمنین پاکن یا مؤمنی که قرار پاک بشن، بقیه ریختن توی صراط توی جهنم. اما اگر اونجا بودی میدیدی که بابای من امیرالمومنین مشمرن حاصرن ذراعه، آستیناشو بالا زده و سقاهم ربهم شرابا طهورا به ید امیر المؤمنین، بابای من سیراب میکنه، پاک میکنه تا اینا وارد بهشت بشن. بعد ببینید با چه مهربانی طرفیم. الان اینی که ما بریم بهشت بشارت برای ما یا برای امیرالمؤمنین؟ قاعدش بشارت برای ماست، ولی دیدید یه مادری چقدر نگران بچه‌هاشه، عاقبت به خیلی بچه‌هاش براش مهمه. امیرالمؤمنین میفرمود بهشتی شدن شما بشارت برای منه، بس که نگرانتونم. فرمود به آتش میگم هذا لنا شیعتون، این شیعه ماه و شیعتنا اعطانی الله فیهم العمل، خدا خیلی وعده در مورد اینا من داده، من رفتم صحبت کردم، هوای اینا رو دارم، خدام پذیرفته. آرزوهای منو خدا بهم عطا کرده، نمیفرماد آرزوهای اینا رو. آرزوهای منو خدا بهم عطا کرده، نمیفرماد آرزوهای اینا رو.